خیر ممکن برای که سحرها در ماشین آدما بسیارن مثلا وقتی میشه که ماشین پر است من نمیکنم و بسیار دانشجویان مثلا تا نیم ساعت در راه نیست فکر میکنم حل میکنم. البته سرشمار اهالی نسبت دوره‌ای که ما دانشجو بودیم خیلی افسردگی در دوشنبه ما در تریلیبوسی که اتوبوس میرفتیم از تریلیبوس اتوبوس در جوانو کم سوار میشوند فقط همین نقلیت‌های سبک‌رو و همین مشروطه میگم با همین در بسیارتر سوار میشوند برای قدر کمبودی هست این رفتن آمدن در کار به کمبودی نمیشه یکی شلو حل شونده حل میشه خوبه نسبت به دوره ما چندین مراتب خوبتره همه طرف مشکلیات مشروطه اگر خود کپ زدم من باید همین کاندکتورا نبوده به همین آواز بلند داد گفتم میگن که ما مدنیت شهرداری ما رو تمام پس میکنیم. تابستون روزا دراز بر وقت خوبه من خودشون میدونم این با فکری ما نکن زمستون روزا کالته تو طلبه ها خوب میخیزن تو تیار میشون دیر میشون خیلی سوختر میشه داخل ها وقتی که کم برآمدن گیرن ساعت 8 9 که برود 7 برود نیم ساعت فرق میکنه تو ساعت نمیشه دوباره ما برای که 7 نمیبرود و 8 میبرود یک ساعت فرق میکنه یک ساعت دیویژنی کم تا پروپکه نمیشه نمیشه ساون میشه خب 9 دام میشه که مثلا وقتی 8 کارگرها هم میروند تا 9 خیلی نقلیاتو خالی میشوند لیکن با هر حال تو دو راست نکنم اگر نمیشه گفت نمیدونم چون حل میکرد اگه خود چیزی نقطه به نقطه دیگر رفتن مشکلی هست دیر میکنه مودا خیلی واقع آدمایی وای شهروند طلبه‌ها در معلمایی که مثلا 2 کیلومتر 3 کیلومتر دیگه جو میری درس میتی چی میتی و در مشکلی میشه پیش دیر میکنی حقیقتا همین گپ راستم. خیلی این چخیل بیم وقتی که سحر میبروی ترانسپورت نمیشود جدت میکنی تا 2 ساعت جدت میکنی و ترانسپورت نمیشه فوره همش با این است یک چی دیگرش که همه خیلی بار کردن میگیرن این برای ما نمیشه همش بالا با بالا بار کردن میگیرن این همون معیار بسیارتر ده. البته وقتی که سحری ساعت 8 میشود بسیار مشکلی فراهم میاد چون که امروز مردم همه در ساعت 8 به کار میروند و برای خوانندگان بسیار مشکل است. اگر از ساعت 9 درس آنها سر شود این یک سبکی می شود هم به مردمی مسافران هم به نقلیاتچیان. خب به عقیده من این مشکلی برطرف کردن اون قدر آسان نیست چون که ساعت 9 هم باشد که به هر حال هم اگر دانشجوها همشون ساعت 9 به هر حال به درس میروند این مشکلی نقلیات به فکر من برطرف کردن نمیتونه چون که وقتی استودنت ها حاضر وقتی همون درس شروع شدن درس های استودنت ها شده است نقلیات عموما در همین طرف ها عموما نقلیات یافتن امری محال است. دیروز ما به سفرت افغانستان رفتنیم بودیم همینجا به یگان ساعتی به فکرم 5 بود یگان نقلیات خالی نمیابی که همون طرف روی ما قریب 1 ساعت همونجا ایستادیم اخیر نشد یک تاکسی پیدا کردیم به همون رفتیم. دویم سمینا در موازون میرن تا که شبانه دیر میکنن ایشان و یک مشکلی دیگر این بگذار اکرم هر چیزی که باشد هرش رفتن میرم اگر که دیر شود باز قسم شبانه برای خواننده های بسیار مشکلی میاره هرش باشد خوبتر است بگذار که از طرف بیگاه کمتر بر وقتتر برای خواننده هایی که رای دور میروند مشکلی نشود. فرقش نیست اینو هم کنه همون با ای 8 نیم تکم 8 بود بعد شد ای 8 حاضر با 9 کنه همون یک فرق نیست اولا همون ترالیبوس اتوبوس های کردگی کم نمیرسن تکنیک باید برای استودنت ها حساب همین ساعت های
ай 7 сар карда то соатои 8-9 бояд вақт ба вақт гарда.